خیلی سخته وقتی یه زخم هنوز تازه است هی مجبور باشه روش دست بذاری. وقتی میدونی اون گذشته درد داشته ولی یه وقتایی آدم مجبور میشه بهش اشاره کنه الان یا آینده، انگار یه بار دیگه همون درد و زندگی میکنی. دوست داری برام بگی چی باعث میشه مجبورت کنن راجبش حرف بزنی؟ برام حتما کامنت کن، میخونمش و راجبش پادکست مینویسم. پادکست هایی که فکر میکنم هر کدومش ممکنه حرف دل یکی از شما باشه. بعضی زخما ممکنه 1 ماه، 5 سال، 10 سال یا حتی 20 سال ازشون گذشته باشه. حتی من آدمایی رو دیدم که بعد 30 سال هنوز دارن از یه زخم صدمه میبینن، از یه خاطره بد. مثلا چطور امروز راجع به خاطره صحبت کنیم یا خاطرات بد، شایدم خوب. گاهی وقتا یه جمله آدم یا یه موقعیت کوچیک میتونه همه چیزو برگردونه. همون حس، همون درد. جالبه خود کلمه خاطرات ذاتاً یک واژه لطیفه، چون از ریشه خاطر میاد، یعنی چیزی که تو ذهن و دل آدم میمونه یا مونده، ولی وقتی با بد ترکیب میشه تبدیل میشه به یه تصویر موندگار که نه تنها تو ذهنت بلکه تو احساسات و حتی بدنت هم ثبت شده. خاطرات بد انگار یه جور حافظه احساسی هن. فقط یادآوری اتفاق نیستن، یادآور احساس اون لحظه هن. شاید یه اتفاق بد فقط 1 دقیقه یا چند روز طول کشیده باشه ولی اثرش سالها تو ذهنتون میمونه، چون ذهن ما اون لحظه رو با یه حس قوی ثبت میکنه. به نظرت چرا خاطرات بد اینقدر موندگارترن؟ یا مثلا برات پیش اومده که یه خاطره بد باعث شده باشه از چیزای قشنگ زندگیت هم فاصله بگیری؟ دقیقا همینه. یه موقعی هم برات پیش میاد که تو درد داری، وجودت درد میکنه و تو نمیدونی این درد عمیق از کجاست. دردی که یه موقعهایی بدنت رو میلرزونه، دردی که نه جسمیه نه روحی، یه جور خلأ یا تیر کشیدن توی یه نقطه نامرئی از وجودته. انگار قلبت نیست، مغزت نیست، یه جایی بینشونه، عمیق‌تر. نمیدونم، شاید یه گوشه ای از روحت باشه یا اعماق وجودت. انگار نمیخوان فقط یه فراموشی ساده باشن، نمیخوان سلولای مغزت اونا رو بچینه تو کتابخونه و بگه فراموش. اونا میخوان درک شن، چون اون موقع که اتفاق افتاده تو احتمالاً هنوز اونقدر قوی نبودی که بفهمی چرا. حالا هر بار که بهش فکر میکنی مغزت سعی میکنه یه تیکه از اون پازل رو کامل کنه، اون پازل لعنتی رو، ولی فقط دردش بیشتر میشه. تا حالا شده حس کنی اون خاطره حتی هویتت رو شکل داده یا باعث شده بعضی قسمت‌های خودتو گم کنی؟ هر کسی با خاطرش یه جور کنار میاد. یه سریا میرن یه نخ سیگار میکشن، یه سریا یه قهوه میزنن، یه سریا احتمالاً شب میشینن، یه سریا هم گریه میکنن، گریه های بی صدا.
قشنگ میشه احساس کرد که چی میخوام بگم. گریه کردن یا کارهای دیگه وقتیه که آدم میخواد از دردش بگه. نشونه ضعف نیست، نشونه عمق اون زخم و سنگینی اون بار توی دلته. گریه یعنی اون قسمت از وجودت که حرف نداره داره حرف میزنه. حالا میخواد با اشک باشه یا قهوه یا قدم زدن یا هر چیزی که تو دوستش داری. گاهی ما فقط تلاش میکنیم یه چیزی رو از درونمون بکشیم بیرون که سالها توی خودمون نگه داشتیم. طبیعیه که اشک بیاد. اصلا اشک یه جور پاکسازیه، مثل اینه که زخم داره خودشو ترمیم میکنه. نمیخوام بهت بگم باید زودتر فراموش کنی یا قوی باشی یا از این حرفای کلیشه‌ای. فقط میخوام بگم اینجا امنه. نه اینجا یعنی پیش من، پیش خودت. همیشه یه فضایی رو درست کن. یه فضای کوچیک یا بزرگ مناسب خودت، فقط برای خودت. تو قرار نیست همیشه همینطوری ادامه بدی. حتی ممکنه امروز برای خودت یه خاطره‌ای درست کنی که فردا تو رو به هم بریزه. ولی خب باید فردا استراحت هم بکنی. باید بتونی خودتو ترمیم کنی. حالا میخواد با گریه باشه یا یه فنجون قهوه. نوشتن آدم آروم میکنه. گاهی اوقات فقط نیاز داری 1 ساعت، 1 روز یا 1 ماه تو اتاقت باشی. باش، این کارو بکن. نذار اون خاطره ها تو رو از پا بندازن. حداقل به صورت فیزیکی تموم شده. شاید توی وجودت باشه که خیلی مهمتر از فیزیکیه. خیلی مهمتر از وجود داشتنشه. ولی خب میتونیم با این 2% خودمون رو آروم کنیم. عزیز دلم، یه عالم راه وجود داره که تو بتونی خاطراتتو دور بزنی. گاهی اوقات میدونی، ولی خب با خاطرات هیچ کاری نمیشه کرد. اونا همیشه هستن، مثل سایه دنبالتن. هر روزم دارن ساخته میشن، خوب بد، زودگذر، و یه سریا تو حافظه طولانی ما هستن. مثلا من اینطوریم که وقتی یه چیزی، یه آدمی، یه مکانی خیلی برام مهمه، ممکنه روزی 5-6 بار یا بیشتر یادش بیفتم. ممکنه تو اتاق مغزم یه گوشه دنج براش باشه. حالا میتونه بد باشه یا خوب، ولی هست، اون جای خودشو داره. و راستشو بخوای من نتونستم از پسش بر بیام. برای ادامه دادن اصلا لازم نیست گذشته رو فراموش کنی. فقط باید باش آشتی کنی. شاید یادآوریش دردناک باشه. خاطرات بعضی موقع ها، حتی خاطرات خوب، دل ما رو به لرزه در میارن. دقیقا همون احساسی هن که وقتی دردهای گذشته رو به یاد میان. یا حتی خاطرات خوب گذشته رو. تمام وجودتو میگیره. انگار بهت حمله میکنه و تو هیچ سیستم دفاعی نداری. میاد، چه تو بخوای چه نخوای. و اون لرزش شاید فقط یه واکنشه به اون چیزی که داره به سمتت میاد. چون انگار اون خاطره ها هنوز زندن، هنوز توی بدنتن، توی وجودت، یا شاید هم توی ناخودآگاهت. اون مثل یه زخم قدیمیه که داره التیام میگیره
و اون لحظه ای که تو داری خودت رو ترمیم میکنی، اون لحظه خیلی زود رنج میشی و متاسفانه کسی اینو نمیفهمه. مهمه که اینو بدونی، گریه به هیچ عنوان نشونه از ضعف نیست، بلکه نشونه ای از انسانیت و شجاعته. تو با هر قطره اشکت یه قدم به جلو میری، حتی اگه خیلی حس کنی هنوز درگیری. ممکنه حس کنی دردات خیلی زیاد شدن، ولی این اشکای کوچولو به نوعی کمکت میکنن که راحت تر بشی، آروم تر بشی، ولی بهشون معتاد نشو، چون اون اشکا خوب بلدن که تو رو گول بزنن. حالا من چند تا راهکار دارم که میتونه کمک کننده بهتری باشه، با الهام از فئودور داستایوفسکی. سعی کنید موقع‌هایی که واقعاً، اینو جدی میگم، اصلاً شعارگونه یا حرفای کلیشه‌ای نیست، یه چیز خیلی مهمه. همه ما یه نقطه تاریک داریم، یه نقطه‌ای که صرفاً بد نیست، دردناکه. هممون اینو داریم، هممون. یه نقطه‌ای که تهشو نمیبینیم و انقدر عمیقه که وقتی اون نقطه رو نگاه میکنی تو رو میکشه تو خودش. پس به این چند تا راهکار گوش کن، مطمئنم به دردت میخوره. تو این تایم سعی کن تنفس عمیق و آروم داشته باشی. زمانی که اینا باعث میشن استرس و عصبانیت تو رو بگیره، بهت حمله کنه، روی تنفست تمرکز کن. احساساتت رو بنویس. کمی سعی کن خودت رو حرکت بدی. قدم زدن عالیه. و حتما اون فضای آرام بخش مخصوص به خودت رو داشته باش، چون نیاز داری. شاید الان تو موقعیتی باشی که روزی 5 بار باید به اون فضا مراجعه کنی. شایدم با سالی 1 بار اوکی باشی. و سعی کن حمایت آدم‌های زیبا و دوست داشتنی و مهربونی که دور خودت داری رو داشته باشی. یه موقعی مثل دستپخت مامانته، یه موقعی مثل یه دیت ساده است، یا یه مهمونی. شاید این راه حل به سرعت مشکلات ما رو حل نکنه، ولی قطعاً بهت کمک میکنن که هر روز به یک نقطه آرامش بیشتری برسی. و با گذشت زمان چیزی بهتر نمیشه. فقط مثل چای یا قهوه‌ای که ازش میگذره و سرد میشه، اون اتفاق برای ما هم سرد میشه. یعنی اون عصبانیت یا اون ناراحتی خیلی زیاد یا اون داغی که ما اون موقع داشتیم رو شاید الان دیگه نداریم، ولی به همون اندازه تلخیم، شاید تلختر. پس برای خودت یه قند پیدا کن یا یه خورما، شاید هم یه کوکی، ولی پیدا کن، حتما پیدا کن. چون آدمایی که با اسپرسو چیزی نخورن و با چای چیزی نخورن کم پیدا میشن. براتون روزایی رو آرزو میکنم که خاطرات بدتون رو مثل یه چای بنوشید و تموم شه و بره.
و در آخر هیچ دردی بزرگتر از نگه داشتن داستانی ناگفته در دل نیست.